پارک گونه رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که حاضر است از قدرت کناره‌گیری کند و سرنوشت خود را به پارلمان این کشور سپرد. مخالفان او میگویند واگذاری کناره‌گیری‌اش از قدرت به پارلمان با هدف جلوگیری از استیضاحش صورت گرفته. خانم گونه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس قانون زمانی از قدرت کناره‌گیری می‌کنم که راهی برای انتقال قدرت به روش باثبات و پایدار وجود داشته باشد تا هرج و مرج و خلأ سیاسی در کشور به حداقل برسد. خانم گونه تاکنون 2 بار از مردم کشورش عذرخواهی کرده، اما مخالفانش همچنان خواستار استعفای او هستند. مقام‌های قضایی در کره جنوبی بر این باورند که رئیس جمهوری این کشور خود نیز در پرونده فساد مالی و سیاسی مربوط به چوی سون سیل از دوستان بسیار نزدیکش دخیل بوده. خانم گونه تاکنون هر گونه همکاری در این پرونده را تکذیب کرده و از قطع رابطه خود با چوی سون سیل خبر داد. افشای این خبر طی 5 هفته گذشته اعتراضهای گسترده علیه رئیس جمهوری کره جنوبی را در پی داشته است.